با شما هستیم با 5 نکته طلایی که نکته پنجم مهمتر می باشد. پس تا پایان با ما همراه باشید و نظرات و سوالهای خود را کامنت کنید. نکته اول، خودآگاهی. به درون خود نگاه بیاندازید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید. این آگاهی به شما کمک می کند تا در مسیر رشد شخصی خود گام بردارید. نکته دوم، پذیرش خود را با تمام ویژگی ها و نقص هایتان بپذیرید. این پذیرش به شما اعتماد به نفس می دهد و به شما اجازه می دهد که به طور واقعی و طبیعی باشید. نکته سوم، توسعه مهارت ها. بر روی مهارت ها و علایق خود کار کنید. یادگیری مداوم و بهبود مهارت ها شما را از دیگران متمایز می کند و به شخصیت شما عمق می بخشد. نکته چهارم، ارتباطات مؤثر. مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت کنید. ارتباط مؤثر با دیگران به شما کمک می‌کند تا روابط عمیق‌تری بسازید و تأثیر مثبت‌تری بر دیگران بگذارید. نکته پنجم، تفکر مثبت. به جای تمرکز بر مشکلات، بر روی راه حل‌ها و فرصت‌ها تمرکز کنید. نگرش مثبت به زندگی شما را به فردی جذاب‌تر، الهام بخش تبدیل می‌کند. با رعایت این 5 نکته می توانید شخصیت منحصر به فرد و تأثیرگذاری بسازید که به خود و دیگران الهام ببخشد. و برای دریافت نکات طلایی و کلیدی لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و روی زنگوله کلیک کنید. با تشکر.